سلام بچه های، امروز اومدیم با لوازم پوشیدنی داخل بازی آرنا بریکاوت موبایل. اینکه بهتون بگم که اگه پلیر تازه کارین یا اگه با تجربه هستین، با توجه به تجربیات خودم اینکه چه چیزی رو داخل مپ ببریم بهتره، قیمتاش چجوریه و اینا. همراه من باشین، ادامه ویدیو بهتون میگم. با کلاه IND 70 که این کلاه به نظر من یکی از گرونترین کلاه هاست که شما میتونید اینو با قیمت تقریبا 230,000 تا بخرین که واقعا گرونه. و یه چیز جالب در مورد کلاه اینه که لول 6 اجنس آلومینیومه و اینکه از سرعتتون کم میکنه، نشونه گیریتون کم میکنه و کیفیتش همونجوری که میبینین بده واقعا. پیشنهاد من اینه که عملا میخواین استفاده کنین کلاه استفاده نکنین، ولی اگه میخواین ستشو بچینین ست خوبه. کلاه بعدی SH که به نظر من کلاه خوبیه به خاطر اینکه قیمتش تقریبا 18,000 تاست و واسه اونایی که تقریبا اوکی هم زیاد کار کردن قیمت واقعا خوبیه. و این نکته جالب در مورد این کلاه اینه که شما با توجه به لولی که داره که میبینی لول 5 کیفیت خوبی هم داره، قوی هم هست. و یه نکته جالب در مورد این کلاه اینه که شما میتونید روش یه دونه ماسک بذارین که اونم ماسک چیزی نیست جز که این که قیمت اینم تقریبا 4,000 تاست و قیمت زیادی نداره. و جالبش اینه که اگه پول ندارین و تازه کاری میتونین F70 رو بخرین که 3,000 تا بیشتر پولش نیست و واسه زمانی که کلا همه چیتون رو از دست دادین. لول این آرمور 3 هستش و میتونین روش ماسک و ترمال بذارین. بعدی هدست Z38 که میتونین با قیمت 12,000 تا بخرین. بقیه هدست ها رو پیشنهاد نمیکنم ولی این قیمتش بهتر از بقیه است. هدست بعدی که میتونم بهتون پیشنهاد بکنم این هدسته که 23,000 تا پولشه و به نظر من نسبت پولی که میدین واقعا شنیداری خوبی دارین. یعنی عملا شما هر چیزی رو میتونین بشنوین و واسه به نظر من خیلی خوب بوده. بخش بعدی میان بخش کوله پشتی ها که کانواس کمپینگه که قیمتش خوبه و واقعا عالیه. قیمتش مثلا 5,000 تا هستش و مثلا واقعا قیمت خوبی. تنها مشکلش اینه که از 2 بخش تشکیل شده و واسه افرادی که میخواستن گان بکشین بیرون زیاد خوب نیست، ولی واسه لوت کردنهای سریع و اینا جای خوبی داره. از 2 بخش مجزا تشکیل شده و غیره، میتونین کار کنین. کوله پشتی بعدی این هستش که شما بهترین چیز واسه سلاح برداشتن، شما میتونین قشنگ 2 تا سلاح بزرگ رو داخلش جا بدین. و نکته جالب در مورد این کوله پشتی اینه که فقط 14,000 تا پولشه و واقعا نسبت پولی که میدین خیلی خوبه. و جالبه بدونین که این کوله پشتی مثل بقیه کوله پشتی ها حجم نداره، خیلی باریکه. بخش بعدی آرموره که HLC به نظر من آرمور واقعا خوبیه واسه شروع، چون فقط تقریبا میشه گفت 8,000 تا پول داره و اینکه با 8,000 تا پولی که میدین نسبت به بقیه آرمورا چجوری رو بگم واقعا به صرفه تر و لول 3 هم هست و از اینکه از بدنتون فقط بالا تنتون محافظت میکنه. آرمور بعدی که من معمولا از همین آرمور استفاده میکنم و بهتره آرمور GB23 است که فقط میتونم بگم که این آرمور واسه افرادی که میخوان برن تو مپ راش بدن متوسطه، عالی میگم عالی ولی خوبه. 27,000 تا بیشتر پول نداره که با قیمت خوبیه به نظر من. از نظر لول اینا که همونطور که میدونین لول 4 هستش و از بالا تنه، میان تنه و پایین تنتون محافظت میکنه. آرمور بعدی که میخوام بهتون بگم آرموری نیست که بخوام بهتون زیاد پیشنهاد بکنم ولی میصرفه واقعا. آرمور IMTV به خاطر اینکه گرونه، یکم واقعا گرونه ولی واقعا جلو دمجا رو خوب میگیره. 104,000 تا پولشه و به نظرم رو پایین ترین قیمت بخرینش نه بیشتر. معمولا از همه جاتونم مراقبت میکنه. این که بخوام بگم که اول از همه لول 5 اجنس آلومینیومه، خیلی هم قویه. از دست و بالا تنه، میان تنه، پایین تنتون همه مراقبت میکنه. آرمور خوبیه ولی سنگینه دیگه، 11 کیلو وزنشه و اگه بخواین کوله پشتی سنگین بردارین خیلی از سرعتتون کم میکنه. آرمور بعدی که خفن ترین آرمور بازی است و واقعا گرون ترین و به نظرم اصلا نباید همینطوری ببرینش تو مپ چون واقعا گرونه. همونطوری که میبینین اول اصلا خیلی سنگینه، 15 کیلو وزنشه و اینکه قیمتش 202,000 تاست. یعنی عملاً اگه بخوای ست کاملش رو بچینی یعنی شما حداقل 1,000,000 پول نیاز دارین که بتونید ست کامل اینو بچینید.
ولی نکات مثبتش اینه که لول 6 یعنی از این آرمور دیگه قوی تر نداریم. آلومینیوم جنسش از بالاتنه، میان تنه، پایین تنه و دستاتون کاملا مراقبت میکنه. ولی میگم دیگه واقعا سنگین، یعنی که شما یه دمیج کوچیک مثلا تو ناحیه پا ببینین، بعضی وقتا ممکنه فقط از یه ارتفاع خیلی کوچیک دمیج خیلی بالایی ببینین و چون سرعتتون رو کم میکنه قطعا آب و غذاتون میره. بخش بعدی میرسیم به تکتیکال ریگا که به نظر من دو تا تکتیکال ریگ مهمی شما نیاز دارین. اولیش همینه که تایپ 4 است، جای خوبی میگیره واسه شروع، به نظر همین استفاده کنین. قیمت زیادی هم نداره، 16000 تاش، ولی میگم خوبه، چیزی نیست که بخواین زیاد ضرر بکنین. اگه میخواین کمتر خرج کنین و یکم جای کمتر داشته باشین، میتونین از این آرمور که تایپ 2 است استفاده کنین. بخشی تکتیکال ریگ که قیمتش کمه، جاش هم یکم کمه ولی میصرفه، سبکه، اوکی و 7000 تومان بیشتر پول نداره. بخش بعدی که میتونم بیام بهتون بگم تقریبا میشه گفت یکی از گرونترین آیتم های بازیه که همتون خودتون میدونه، ترماله که الان 800,000 تا پولشه و تا 1,000,000 هم بعضی وقتا میرسه و بعضی وقتا قیمتش هم میاد پایین. مثلا الان قیمتش 844,200 است که بد نیست، خوبه، ولی میگم واقعا گرونه. مرسی که تا اینجا با من بودین و اینکه لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که حمایتم میکنید و داخل کامنت ها بگین که قسمت بعدی در مورد چی ویدیو بذارم.